میلیارد تومان بوده. بر اساس این آمار نزدیک به نیمی از صاحبان واحدهای تجارت الکترونیکی دارای این مارک، همان تاییدیه دولتی فروشگاه‌های اینترنتی، شهروندان بین 30 تا 40 ساله هستند. این رقم را باید به انبوه حساب‌های کاربری اینستاگرامی افزود که بدون تاییدیه دولتی به فروش کالا و خدمات مشغول هستند. آنچه مورد دیجیکالا را برجسته می‌کند، موفقیت این مجموعه در جمع کردن ده‌ها هزار فروشنده آنلاین ایرانی در یک پلتفرم تجارت الکترونیک شناخته شده است. در سطح جهان نمونه شرکت آمازون به چنان سطحی از موفقیت رسیده که ارزش آن همین 1.8 تریلیون دلار برآورد شده است. در همین حال در ایران فشارهای اخیر بر روی دیجیکالا بار دیگر نگرانی درباره مهاجرت کسب و کارها و استارتاپ‌های ایرانی را دامن زده است. سال گذشته اعلام شده بود تنها از سوی دو کشور کانادا و بریتانیا ظرف یک بازه زمانی 3 ساله بیش از 2000 ویزای استارتاپ، کارآفرینی، سرمایه‌گذاری و یا خود اشتغالی برای ایرانیان صادر شده. سرعت پایین اینترنت، فیلترینگ گسترده دولتی، محدودیت‌های شدید علیه صاحبان کسب و کار، از جمله مشکلات پیشروی کارآفرینان و دست‌اندرکاران تجارت الکترونیک در ایران توصیف شده. مدیرعامل یکی از همین کسب و کارها به نام هلدینگ نیکندیش چندی پیش هشدار داده بود که تحریم‌ها و محدودیت‌های علیه کسب و کارهای ایرانی از خارج و فشارها و محدودیت‌های داخلی باعث شده اکثر کسب و کارها قسمت اعظم درآمدشان را از دست بدهند. رویه‌ای که به گفته متخصصان در صورت عدم اصلاح می‌تواند به شدت یافتن موج مهاجرت متخصصان و کارآفرینان ایرانی منجر شود. هومن عسکری گزارش می‌داد در رابطه با بحران این روزهای بزرگترین فروشگاه اینترنتی ایران دیجیکالا. اما مراسم اختتامیه 42مین جشنواره فیلم فجر شامگاه یکشنبه برگزار شد و جوایز تعلق گرفت به برگزیدگان هیئت داوران جشنواره‌ای که برگزاریش با اما و اگرهای بسیاری همراه بود. همکارم بابک غفوری‌آذر اینجا در استودیو حضور دارد تا در این رابطه بیشتر صحبت بکنیم. بابک، اگه موافقی با این عنوان بین‌المللی جشنواره فیلم فجر شروع بکنیم و بخشی که اختصاص داده شده بود به رقابت و نمایش فیلم‌های خارجی، توی مراسم اختتامیه حتی همین فیلمسازان ناشناخته یا کمتر شناخته شده خارجی هم حضور نداشتن که جوایزشون رو دریافت بکنن.